پروردگار رب العزت میفرماید در آیه مبارکه که نزد پدر مادر همیشه خواب و ذلیل باش، یعنی که غرور نکن، کبر نکن. بعض جوانی هست که پدر مادرش خدمت میکنه، لیکن همون خدمتی که به پدر مادر داره همون خدمتش او را مغرور میکنه. نزد پدر مادر با غروره. لیک میگه خداوند متعال که هرگز همون پر و بال رحمت میگه باز کن پدر و مادر. مفسرین اعظام میگن که چی؟ اینجا میگه پروردگار که وقفت لهما جناح الذل من الرحمه، هم پر و بال همون رحمت باز کنو لیک به خاکساری. مفسرین مثال میارن، تمثیل میزنن که میگه وقتی پر و بال باز کردن به مثل مرغی که وقتی احساس خطر کرد برای چوجه هاش پر و بالش باز میکنه، چوجه ها رو زیر قناتش میکشه. پدر و مادر میگه زیر قنات رحمت رو بکش، لیکن به خوری و زاری هرگز احتیاط باش که همین خدمتی تو را مغرور نکنه. وقتی نزد پدر مادر در اومده میگه بسیار به خاکساری داخل شو، به خاکساری نزد پدر مادر داخل شو. و نزد پدر مادر احتیاط باش که هر چیزی که تو را از پدر مادر مشغول کرد از اعمال دنیا، هر چیزی که تو را مشغول کرد از پدر و مادر، یقین بدون که تو دنیا و آخرت از دست بدی. مبادا نشوه که تلفن تو را از پدر مشغول کنه، از پدر مادر ساعت تو را مشغول کنه، ساعت دمی بدم نظر کنی نزد پدر نشستی نزد مادر. بزرگان اسلام میگن که وقتی نزد پدر مادر میدری حتی هم تلفن و همون چیت نداره، ساعت نداره. هر لحظه ای که همراه پدر مادر نشستی تو به چهره اونا نظر میکنی، به نظر رحمت، نزد پروردگار عبادت ثبت شدن میگیری. همش عبادت نزد پدر نزد مادر. وقتی انسان به خاکساری داخل میشه و جوانی از مملکت سعودی حکایت میکنه، میگه من خانم دو آشیانه، میگه دو قبطه، دو ایتاژ میگیم که میگه مادری پیر دارم، مادرم میگه بالا برآمده نمیتونه، پاهاش که در میکنه او را در قبط ناچار، میگه در قبط پایان او را جا کردم از ناچاری، وگرنه من هرگز نمیخوام که از مادرم بالا باشم. از مادرم بالا بودن من قبول ندارم، از ناچاری، به خاطری که مادرم برآمده و فرآمدنش مشکله، در همون قبط یکم جا کردم و فرزندان رو بالا برآوردم که مادری مرا خلل نرسانن. روزی میگه که از دوستان میگه مهمان من بود، میگه در مهمانخانه نشسته بودیم بالای کرسلا، میگه من پای راست میگه بالای پای چپ کل گردونده بودم. یک پسره که 2 ساله داشتم، میگه پسره که 2 ساله دارم که دویده میگرده، همین 2 ساله تفلک که به حضور میگرده آخر. میگه نشسته بودیم میگه همراه دوست میگه صحبت داشتیم در مهمانخانه، طفل میگه بچه که 2 ساله میگه از در وقتی داخل شد میگه دیگه راست نه آمد نزد من و 4 پا آمد، میگه نزد من آمد، میگه یک دور تا خور میگه آمد، میگه از کف پای راست میگه لبه هاش ماند و بوسید. من میگه پای راست کشیدم، میگه پای چپ بالای پای راست گذاشتم، میگه با خیلی گشت میگه آمد و لبه هاش میگه در همون کف پای چپ ماند، میگه بوسید. دوست میگه بسیار ناراحت شد از همین کار، گفت تو چه تحمل میکنی، آب دهنش و آب بینیش و پای تراخی خیلی میکنه، تو چه تحمل کرده میتونی هیچی. میگه دوستم فراموش کرده بود که مادری من که درمنده، من میگه هر روز میگه از دست طفل میگیرم، هر روز چند بار خیلی که دوملا گفتن درباره که 5 وقت نماز شکرانه خداوند و 5 وقت نماز و دعا در حق پدر مادر، لیکن خدمت های دیگر. میگه من هر باری که نزد مادر داخل میشم به خاطر آب طهارت آماده کردم، یا بگم که یگان طعامش آماده شد، هر چی که داخل من میبینم در وقت میکشم مادرم همیشه خوابه دراز کشیدگی، من مادر خواب میبینم، من راست داخل نمیشم، بلکه من به خاطری که ناحرمتی نااحترامی نشود و مادر من از صدای پای من که پال میجوبه و صدا میزنه ناراحت نشود، من 4 پا میام نزد مادر و من همین لبه ها در کف پاهای مادر مانده
آستحک میبوسم. وقتی که من بوسه دادم مادری من بیدار میشه، میگه بچه جان آمده؟ میگم بله مادر جان، آب وضوی شما آماده، یا بگم که طعام شما آماده. میگه این بود که پسرم هر روز این عمل میدید. چند باری که من داخل میشم پسرم همین رو به خود عادت کرد. هر چی کردی با پدر میگه آن رو ببینی از پسر. وقتی انسان به پدر مادر هر چی خدمت کرد از فرزندش همون خدمت میگیره. لیکن اگر هر چی اگر عصیان کرد، هر چی بگیم که ناحرمتی ها کرد و هر چی بگیم که در حق پدر مادر نااحترامی ها کرد، البته که از فرزندش میبینه. هر چی که خداوند متعال بسیاری اعمال مکافات در آخرت گذاشت، لیکن این عملی که انسان بر پدر و مادر میکنه پروردگار مکافات در همین دنیا اول در همین دنیا میگه. برادران اسلام ببینید که برای پدر مادر خدمت کردن خداوند هر کس موفق نمیکنه، توفیق بر هر کس نصیب نمیگرده. امروز زیاد هستند که مردم جوانانی که بگیم امروز پدر مادر در جامعه خیلی شخصیت بهتری نمایان میشن، لیکن پدر مادر احترام نمیکنه، حرمت پدر مادر رو به جا نمیاره. یک چیزی بسیار مشهور واقعیت شده که قصه در مصر بسیاری اکثری واعظای کلان خودمون حکایت میکنن. همیشه قصه را بسیاری هاتون میدونید. در مصر میگه مادر وقتی تولد کرد پسر میگه شوهرش از عالم گذشت، به خاطر همین پسر شده دیگر شوهر نکرد، در تربیه همین پسر بود. میگه در خانه مردم میگه خدمت میکرد، مبلغ ها جمع میکرد، پسر میگه تربیت میکرد. پسر مکتب تمام کرد، کلام شد، میگه او رو اینستیتوت داخل کرد. میگه اینستیتوت داخل کرد. میگه پسر بعد ختم اینستیتوت میگه دانشگاه در حکومت میگه پسر بود، میگه کار داماند، آهسته میگه به وظیفه سروزیری رسید. همین پسر وقتی به وظیفه سروزیر که شد میگه مادرش خواهش کرد، گفت بچه جان آخه من دیگه پیر شدم، من ناتوان شدم، من محتاج هستم، اکنون ازدواج کن، یک کلینی بیار که در ایام پیری مرا خدمت بکنه. گفت معلش مادر جان هر چی که میخواهی. میگه راز یک نفر خواستگاری کرد، میگه یک نفر او با ازدواج کرد. میگه چند مدت زندگی کردن. اصلا عادت خلق مصر همینه که در یک خانه مادر و پسر زندگی نمیکنن، عادتا همینه. شاید هم یک عماره شاید یک عماره، لیکن خانه ها البته ما به اصطلاح امروز سکسه میگیم که اما نظام سکسه میسازن خانه ها را. مادر دیگر خانه دا میسته، فرزند دیگر خانه دا، با هم یک جا نیستن. سبحان الله یک همسایه داشتم همراه من بوده. من خانه برادرم دادر همون رو من اجاره گرفته بودم. برادر دو برادر همگی دو برادر بودن، نه اپا و نه خواهر و دیگه هیچ کس نبود. همین برادر دادرش خانهش من دکه اجاره داده، خودش از همین خانه که ما میشینیم جای دیگر 50 کیلومتر دوره. در این مسافه 50 کیلومتری که هست مادرشون در بین هر ده 25 کیلومتر فرق ممکن از داشت. لیکن سبحان الله یک عادتی بود که من همه صاحب خانه خود من هیچ وقت در خانه برادرش نمیدیدم، هیچ وقت نمیدیدم، مادرشون هم نمیدیدم. یک روز گفتم استاد محمود، گفتم شما مسلمان هستین؟ گفت الحمدلله. که آخه شیخ چی میگی؟ گفتم چی مسلمانی رو شما میدونید که امروز آخه مسلمان هستین؟ گفت الحمدلله. که آخه شیخ چی میگی؟ گفتم چی مسلمانی رو شما میدونید که امروز آخه شما همگی دو نفر هستین و یک مادر دارید، دیگه هیچ کس ندارید، می 3 نفر از عائله. آخه نه مادر رو در خونه تا هست نه برادر رو. این چی مسلمانی میشه شما دا؟ گفت که ما هر پنجشنبه گفت یک آدم سپورت کمپلکس رو در دولت‌های خارج زیادن، در همونجا اعضای گفت همونجا داد. ما گفت هر پنجشنبه همراه برادرم گفت همراه دادرم گفت میخریم. گفتم این چی برادری بوده که تو خانه دادرت نروی، دادرت خانه تو نیا؟ گفت گاگا با تلفن صحبت میکنیم، مادر در خانه شما، مادر پیره، مادر چی بنمیاری خدمت چه بکنیم؟ گفت ما مادر که دایم تلفنی صحبت میکنیم. ما گفت مادر اگر یک مبادایی که اینه میشه جانش خداوند بگیره،
تو فردا وقت نشد تلفن کردن، هفته دیگر هم وقت نشد، یک هفته گذشت یا دو هم تلفن نکرد، مادرت رو کرمو میخرن در دور خانه. همینه اسلامی شما. همین سخن تأثیر کرد و مادر همراه برادرش دعوت کرد خانه‌اش. سبحان الله. همون کمپیر تا روزی که من از مصر آمدم مرا فرزند سیوم خودش خونده بود. گفت بچه جان همین تو سبب شد که امروز فرزندم مرا سراغ میکنن. ما گفتم اگر مادرتون مورمون چی کار میکنین؟ آخه کم 25 کیلومتر دادرتم 25 کیلومتر دور. مادر حاضر تلفن کردی، حاضر گوشه تلفن هم تموند و جانش برآمد. میسو. نه کس منو هیبرو میبنده، نه کس او رو دیده میتونه. شاید که همین تلفن تو مشغول شدی و هفته دیگه تلفن کردی. یک هفته مادر تو در وجود پوسید. تو چی کار میکنی؟ امروز نزد پروردگار چی جواب میدی؟ مادر دیگر چنان کردن که بعد یک هفته خونه این فرزندش بود، یک هفته خونه او فرزندش بود. همین را مصلحت من داده بودم. گفتم یک هفته تو در خونت بگیر، یک هفته دیگه دادر رو دیگه در خونه، یک هفته دیگه خونه خودش رو بچه، یک از کلیناش خدمت کنن. کمپیر بسیار در همین عمل بسیار خوشحال شده بود و همیشه در حق من دعا میکرد که بچه جان تو فرزند سوم من هستی، امروز که تو سبب شدی این فرزندای من رو سراغ میکنن، امروز کلینای من رو خدمت میکنن. دختر نداشت، هیچ کس نداشت دیگه. امروز زیاد مردم همیشه هستن. این نفری که از میگیم دربارش صحبت داریم، وزیر سرورج شد میگه او وقتی ازدواج کرد مادر کتی همراه در یک عماره بودن، دام میگیم که مهوشو در یک دام، لیکن خانه هاشون بلند بود. میگه بعد از توی همین فرزندش میگه مادر شب میگه نیمه شب میگه یک داد زد، میگه همین داد فریاد زدگیش میگه از عقل بیگانه شد. یک سال میگه همین بیماریش دوام کرد. او کلین میگه که در خانه خودش بود، میگه این را تحمل کرده نتونست. گفت نمیشه، من همراه مادر دیوانه تو زندگی کرده نمیتونم. من زندگی کرده نمیتونم. بسیار خواهش میکرد. گفت اگر مرا بخواهی از بحری مادرت میگذاری، مادر تبرمو خانه هم پیرانسالاده همونجا پرت او یا برانو بیمارخانه بگم که به عقاد همونجا بخوابانو، بیا خیلی با من زندگی را کن. هر وقت میری خبر میگیری چیکار میکنی بکن، لیکن من همراه زندگی کرده نمیتونم. گفت من نمیتونم، من مردم میخندن، من وزیر هستم، سروزیر هستم، من مردم میخندن. گفت خواهی همین نخواهی نی. کوچه برداشت و رفت. بسیار رفت و خواهش کرد وزیر، گفت کار نکن. گفت نه، شرط همون شرطه. وقتی بار آخر رفت گفت یک مصلحت بهترین برات میگم، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس را نمیخنده. گفت چی مصلحت؟ گفت مادر یک عادت داشت که شبها خود به خود صحبت میکرد، صحبت کرد بالای خانه میبرد، بالای عماره. گفت از پشت مادرت میری، همون شب تو را کی میبینه؟ او شبها بالای بام میبره، صحبت میکنه، خود به خود صحبت میکنه بالای بام. شب میری آهسته کله میکنی، تمام دیگه. خیلی خداوند مهربانه. گفت توبه میکنی خداوند میبخشته، خداوند میبخشته. میگه آورد همسرش، گفت به همین شرط میرم وگرنه نی. آمد میگه همسرشو همون شب میگه سمکه هاشو نکشو، سمکه هاشو میگه ایستاده. نیمی شب بود میگه صدای دری مادر برآمد. گفت خیزه کن، این ما سمکه های من کشودگی نیست، نمیشه ایستاده. این حاضر میری گفته مرا به جا میاری، من همراهت میمونم، همین سمکه رو میکشم، لباسو کشال میکنم، وگرنه من همین حاضر خود سمکه رو میگیرم میرم. از آغوش همسرش خیست وزیر. میگه مادر برآمد زینه ها را. وقتی بالا برآمد پسرم از پشتش رفت، لیک همین حالت میگه مادر به خود آمده بود. از پشتش رفت، میگه لبی بام. مادر وقتی لبی بام تماشا داشت، میگه پسرم گفت بچه جان آمدی؟ گفت بله مادر. همین بله مادر گفت، میگه او را تیله کرد. مادر آمد میگه به سر زد، میگه همون حالت جان به جان آفرین سپاری. این دیگر بسیار جنازه کلان شد، بسیار میگه جنازه کلان شد. این گریه و ناله ها کرد و دیگر تمام قاری های بیش را جمع کرد، خدای ها داد. میگه فقط تلاوت قرآن بود و صحبت ها بود و علما را جمع کرده بود و هیچ کس از بالای او آخه دل نمیکشد، آخه دل جنایی هیچ کس نمیکشد. لیک فراموش کرده بود که گرچنده که امروز بگیم که پروکورورای دنیا و اوگلانیکای دنیا که او را فراموش کردن یا از او ترسیدن، لیکن اوگلانیکای خداوند از بالا تماشا دارن، پروکورورای خداوند از بالا تماشا دارن، میدانن.
میگه همه خدایهاشو دار. مصری ها عادتا مثل ما و شما همین خدایها رو دارن. خب همیشه مثل ما و شما چی امروز عملی که مردم تاجیک ما میکنه، بگی جمعگی میگیم، بگی دوشنبگی میگیم، همین چهار در ما هست، 3 میگیم، 7 میگیم، 20 میگیم، 40 میگیم، سال میگیم، همینا رو همشو میکنن. اکثری مردم میشه میرن میکنن. در شهرهاش نیست، کم شده دیگه. لیکن در قشلاقجوها همه چی هست. میگه اینم یک سال میگه بسیار خدایهای بسیار دبدبنا کرد، میگه بسیار میگه ضیافتا کرد، اشترا میکشت، میگه و بقها میکشت و چی. لیک همون سخنی مادر در گوشش بود، میگه هرگز او سخن از گوشش دور نمیشه. بچه جان آمدی میگفت همین سخن هیچ از گوشش دور کرده نمیتونید. به همسرش چندین بار گفت. یک سال وقتی گذشت میگه روز همون وفات مادر، روزی که مادر از بام تیله کرد، میگه همون روز بود شد. میگه ما و شما یاد بود میگیم که یاد بود چه کرد. میگه او همون شبی که میگه مادر پرتافته بود، میگه در آغوش همسرش بود یک داد زد، میگه خیست از عقل بیگانه شد. او همسری که همراه خوش دامنی که در خانه دیگر زندگی داره او را قبول کرده نتونست، همراه شوهر دیوانه زندگی میکنه. البته که نه، تمام دارایی شوهر را گرفت خیست رفت، میگه شوهر دیگر کرد، شوهر دیگر کرد، این پرتافت. اینا میگه با همین عذاب میگه یک سال دیگر گذشت. یک سال دیگر گذشت و همون روز که همون شب که مادر میگه پرتافته بود، فقط که مادر میگه از بالای بام طرفی حولی پرتافته بود. لیک خودش همون شب بیرون برآمد، میگه بالا برآمد، همون عیناً مادر بود. میگه همین خیلی چی دردی که در مادر بود آمد، میگه لبی بامو فقط طرفی کوچه. همون ساعتی مادر پرتافته میگه خودش افکیده، میگه به سر زد، میگه جان به جان فرید سپارید. ببینید هر چی کردی با پدر آن رو ببینی از پسر. اینه میگه به پدر و مادر انسان هر چی که کرد، حتی که خداوند ببینه که او رو به پسراش نگذاشت، حتی که جزاشو در همین دنیا داد. الله جل جلال به این خاطر میگه که چی؟ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اوف. یه اوف حتی که نگین. و پروردگار داره که ما و شما رو امر داره آیه دیگری که چی؟ و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. همیشه در حق پدر مادر دعا کن، بگو که چی؟ پروردگارا چگونه که پدر و مادرم در ایام طفولت خردسالی مرا اینقدر به نوازش ها تربیت کردن و کلان کردن، پروردگارا تو پدر و مادری مرا با همیشه نوازش ها شامل رحمت بده. پدر مادری مرا رحمت کن. ابو هریره رضی الله عنه میگه هر صبح بعد نماز بامداد نزد مادر میگه آمدن السلام علیک امه، میگه السلام علیکم مادر جان، رحمت الله کما ربیتینی و انا صغیرا. مادر جان میگفتن خداوند شما را رحمت و مغفرت کنه، چگونه که در ایام خردسالی مرا این مقدار نوازش کرده و مرا تربیت کردین، پروردگار با همین گونه شما را نوازش کرده، شما را رحمت و مغفرت کنه. مادر هم میگفت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته یا ابا هریره و رحمک الله کما بررتنی و انا کبیره. و تو را نیز پروردگار شامل رحمتش بگردانه، چگونه که امروز تو من در ایام پیریم حرمت میکنی، احترام میکنی، من خدمت میکنی، پروردگار همین خیل با نوازش هاش تو را چیکار کنه؟ شامل رحمتی خودش بگردانه، شامل رحمتی خودش بگردانه. این برادران اسلام که الله ذوالجلال ما و شما را امر داره. پروردگار رب العزت چی میفرماید؟ میگه کیف اعذب عبدی تحت الارض و ولده یدعو له فوق الارض. پروردگار میگه من پروردگاری که امروز امر کردم بندگان ما که ادعونی، امر به دعا کردم که شما همیشه با دعا باشین، دعا بکنین، استجب لکم، تا که من دعای شما را اجابت کنم. همیشه دعا کنین. پروردگار رب العزت دو صدا را بسیار دوست می‌داره که همیشه رفته به او رسیدن گیره. یکیش نفری که کتاب مبارک و مقدس قرآن میکشه، تلاوت